سلام بچه‌ها، امیدوارم که خیلی خوب باشید. 2 صحبت اول میکنم، بعد میرم سراغ این دوستان که کار فیک دارن انجام میدن و به یه مسئله خیلی مهم قرار رسیدگی میکنم. یکی این که نبود من برای این بود که خیلی وقتی شما به یکی حمله میکنی یا کار یکی رو میکنی، خیلی بهتره که تایمی ولش کنی ببینی طرف چی کار میکنه. یعنی اوج حماقتش رو طرف برات رو میکنه، یعنی خودش میاد نشون میده که چه کارایی قرار بوده انجام بدم در آینده و خیلی سریع اتفاق میفته. شما ببین اینا یه برنامه‌ریزی کردن که مثلا توی یه تایم یه کاری انجام بدن. وقتی شما میای اول میگن چیکار کنیم، خراب شد همه چی، بعد که ولشون میکنی یهو همه چی رو سریع میخوان نشون بدن که بگم ما خیلی خفنیم و دیدیم همه چی کارن و حالا میذارم که شما هم ببینید چی کارن. فقط یه چیزی میخوام بگم، ببینید اینا خودشون کاری بلد نیستن کنن، خودشون هیچ چی نیستن، ولی دسترسی به یه سری آدم دارن. یعنی اینا پولا رو اونجا خرج میکنن. یعنی اینجوری میخوام بهتون بگم که خیلی حمله های زیادی به من شد، یعنی وحشتناک. یعنی اگه یه آدم معمولی جای من بود دیگه کاری با اینا نداشت و الان خودشون میفهمن که این سمت یه آدم الکی نشسته که شما بری پیش یکی بگی یه دهنبند بده، نمیدونم یه فلان بده، یا اینو بده، اون یه جمع کنی از تمام اون طلسمایی که دوست داری بگیری که یارو رو خفه خون کنی، نابودش کنی، زندگیشو به هم بریزی. خب اینجا این خبران نیست، آنتنم نمیده، اصلا شما نمیتونید این تو رو ببینید. و وقتی که من متوجه شدم اینجا دارن از طلسم و اینا استفاده میکنن برای من، چون موکلاشون نتونست وارد حریم من بشه، هر کدومشون همشون این کارو کردن و رفتن سراغ چند تا کردن کلوف و شروع کردن پول دادن که آقا اینو خفش کن. و وقتی من اینو متوجه شدم از نشونه هایی که داشتم میگرفتم، خودم ساکت شدم. فکر نکنید این 2 هفته شما و این طلسماتون باعث این سکوت من بود، نه، من ساکت شدم برای اینکه میدونستم شما این کار رو کردید و وایسادم ببینم اگر فکر کنید من دیگه وجود ندارم چی کار میکنید و دیدیم چی کار کردید. هر کی یه جفتکی انداخت که اصلا خود مخاطباش اومدن کامنت گذاشتن که فلانی بیا برو ببین داره چی کار میکنه. خب شما خیلی کوچولوتر از این حرفا هستید. توی تایمی که سکوت کرده بودم داشتم همینطوری کانال‌های جدید رو پیدا می‌کردم و نگاه می‌کردم تا توی پستای یکی از کانال‌ها یه چیز عجیب دیدم که یه بنده خدایی نوشته بود این مسیح زندگی منو خراب کرد و خیلی به من لطمه زد. من کاش مثلا یه چند تا ویدیو از خونم دارم، اگر بشه شما ببینید خیلی خوبه. برای اون طرف نوشته بود اینا رو و اونجا من خیلی چیز شدم و خیلی گفتم برم ببینم مسیح و من کارش نرم، مثلا برم ببینم چی داره میگه در موردش. و خودتون میتونید، من در مورد مسیح یه سری گفته بودید، گفتم این بنده خدا تو سیستان اینجوریه، یه سری دلایل آوردم که گفتم دوست ندارم مثلا بهش بپردازم ولی اینجا دیگه قضیه فرق می‌کرد و رفتم دیدم و این برنامه مخصوص مسیحه و خدا رو شکر بچهای این کانال خیلی همکاری کردن بابت این قضیه و نظر خودشون هم همین بود که اگر کسی با این کارا به کسی لطمه بزنه باید بیا توضیح بده قضیه رو و من خیلی حال کردم با کارشون و توی روند این ویدیو و گرفتن اطلاعات از این خانوم خیلی کمک کردن و جا داره ازشون خیلی تشکر کنم. و با اینکه اصلا دوست نداشتن که من بیام در موردش حتی صحبت کنم، میگفت آقا شما کانال رو برام جز نگو کجا برداشتی و اینا رو من برات میفرستم، چون تمام این آدم‌ها احتمال داره جبهه بگیرن نسبت به ما و من قبول ندارم اینو. کسی که کارش درسته هم باید اینطوری دیده بشه و ازش تشکر بشه.